رازی ترسناک و شگفت انگیزی آیت الکرسی کی شیطان نمیخواهد بدانی. تصور کن شب تاریک است و همه خوابیدن، حتی خودت. و تو چیزی را خواندی که شیطان از آن ترس دارد و به 70,000 کیلومتری تو هم نزدیک شدن نمیتواند. نه سلاح است نه سرباز، بلکه آیت الکرسی شریف است. آیه‌ای که وقتی شب خوانده شود تا صبح محافظ انسان می شود. آیه‌ای که شیطان از آن فرار می کند. اما سوال ترسناکش اینجاست: چرا موجودات شیطانی از آیت الکرسی اینقدر وحشت دارند؟ این آیه عظیم آیت الکرسی است. آیه‌ای که در سوره بقره سوره 2 آیه 255 است. اما راز آن فقط در کلماتش نیست، بلکه در قدرتی است که الله جل جلاله در آن قرار داده است. در حدیث سنین نسائی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که آیت الکرسی را بعد از نماز بخواند چیزی جز مرگ میان او و بهشت فاصله نیست. در حدیث صحیح البخاری نیز آمده است که شیطان خودش اعتراف کرده اگر کسی شب هنگام آیت الکرسی بخواند، الله مهربان نگهبانی برای او قرار می دهد و شیطان تا صبح به او نزدیک شده نمیتواند. اما چرا این آیه چنین قدرتی دارد؟ زیرا درون آن نامها و صفات عظیمی الله جل جلاله جمع شده اند که عبارتند از الحی القیوم العلی العظیم. آیتی که عظمت پروردگار جهان را توصیف می کند. پروردگاری که نه خواب می رود نه خسته می شود و تمام آسمان ها و زمین در اختیار اوست. دانشمندان می گویند انسان وقتی احساس امنیت می کند ترسش کمتر می شود و مؤمن وقتی آیت الکرسی می خواند قلبش به طرف قوی ترین قدرت جهان یعنی الله جل جلاله متصل می شود. شاید امشب قبل از خواب خواندن همین یک آیه زندگی تو را تغییر دهد. این آیت الکرسی آیتی است که شیطان به بزرگی او اعتراف کرده است. آیا می دانید چرا شیطان از این آیت اینقدر ترس و هراس دارد؟ به خاطر اینکه این آیت قدرت و عظمت و فرمانروایی کامل الله جل جلاله را اعلام می کند. این آیت می گوید الله جل جلاله هرگز نمی خوابد، هرگز ضعیف نمی شود و تمام آسمان ها و زمین تحت فرمان او هستند. یک حقیقت علمی امروزی را از دانشمندان روانشناسی برایتان می گویم. دانشمندان روانشناسی می گویند وقتی انسان احساس محافظت و آرامش کند ترس او کمتر می شود و مؤمن با خواندن آیت الکرسی قلبش را به قدرتمندترین نیروی جهان وصل می کند. ای دوستی عزیز، امشب قبل از این که بخوابی حتما 4 مرتبه آیت الکرسی را بخوان تا در آرامش و امنیت به خواب بروی. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دوستان عزیز، در بخش کامنت ها نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.